ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ به افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت خوجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتار ششم را از سلسله خوانش بدیعی از روی رمن نویسنده اعظم صدقی پیرهه قسمت در قرائت عبدالقادر منیازف شنوید. خواجه کمال روزی دیگر به نزد سید فرخ آمد. مدرس دید که چشمان شاعر به درون فرو رفتند، ملکهایش ورمیده. پی برد که امشب خواجه میژه ته نکرده است. حضرت، التماس یک مدت به من رخصت دهید تا که درس نگویم. باری به شما عرض کرده بودم که من آشفته حالم، میخواهم به سیاحت کوهستان برایم. سید فرخ راضی شد، جواب داد و تعلیم شاگردان خواجه را موقتاً به عهده خویش گرفت. اما وی نمیدانست که شاعر دیگر به مدرسه بر نمی گردد. خواجه کمال نسبت شعرگویی بی پروا شد. یار و دوستان گمان داشتند که او من بعد غزلهای پر از سوز و گداز می نویسد و به غم و غصه گرفتار می شود. برخلاف چشم داشت دوستان، شاعر مهر خاموشی به دهان زده بود. از کتاب و قلم و کاغذ دور شد، اما به قسمت محمد بی پروا نماند. او را روزی به نزد سید فرخ برد و خواهش نمود که به شاگردی قبول کند. کمال ساعتهای دراز در کنج تنهایی می نشست. تنهایی انیسی عارفان است. مادر از حال مضطرب فرزند در تشویش افتاد. دم بدم کتاب برداشته به نزدش می آمد. چیزهای ناروشن را از پسر می پرسید. شاعر می فهماند و خود پی می برد که مادر روحیه او را دیده عذاب می کشد. بعد چنین صحبت‌های کوتاه از حولی برآمده به کوچه و بازار می رفت. قریب هر روز گشت پیشین مردی جامه دریده به وی وامی خورد که همیشه سرخوش بود. چون کمال را می دید گردن کج می کرد، دست بر روی سینه می گذاشت و تا از برش گذشته رفتن شاعر سرخم می ایستاد. هرگاه که روبرو آید، خواجه کوشش می کرد پیشتر از آن مرد سلام دهد. رفته به وی دست داده حالجویی می کرد. یکی از جوانان همگذر شاعر در خمگشت کوچه با او روبرو آمده بعد عرض سلام با دلسوزی گفت: خواجه، شما با هر شخصی از خودتان پست دست داده واخوردی می کنید. بعضی ها این را دیگر خیل می فهمند. یعنی چه خیل می فهمند؟ می گویند که شما محض برای خود را رعیت پرور نشان دادن این کار را می کنید. از آن که مرا رعیت پرور می گویند در خجالت نیستم. در اندیشه آنم که رعیت مرا می پرورد یا نی. شما هم از این خصوص غم نخورید. کمال غرق اندیشه با سری خم می آمد و آن مرد سرخوش را ندید. مرد السلام علیکم گفته پیش آمد و دست دراز کرد. شاعر گرم و جوشان پذیرفت و عذر خواست که از پریشان خاطری او را ندیده است. هر دو به راه خود رفتند. کمی دورتر از عقیب مردانی دستارداری با صلابت می آمدند. آنها مرد سرخوش جامه دریده را دیده به طرف دیگری راه گذشتند و از او روی تافته رفتند. مرد سرخوش
با وقار قامت راست گرفت، به میان جای راه برآمد. دنیا گفته فریاد زد و بیتی خواند: افتادگی آموز تو گر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این بیت به خواجه کمال خیلی خوش آمد. وی به قفا نگاه کرده به آن مرد بار دیگر نظر انداخت. از آن سله‌داران یکی خطیب مسجد محله مرد سرخوش بود. وی روزی در حضور حاشیه نشینانش میزده را به مسجد خواند و خواست تنبیه دهد. می پرست از در سلام داده درآمد و در پایگه با سری خم نشست. تقصیر، مرا دیدن خواسته اید، مگر امشب در خواب دیده بودید؟ بشری نحسی تو را در روز بینم ایمانم می پرد. همینش کم بود که باز در خواب بینم. صد شکر که در خواب ندیده اید، وگرنه بی ایمان می ماندید. امام خطیب آتشین شده بانگ زد: من تو را برای آن دعوت نمودم که در نزد این اشخاص معتبر قسم بخور که دیگر باده نمی نوشی. مادام که برای باده نوشیدن قسم می خورم، این آیین را نباید در مسجد بجا آورد، زیرا قسم آیید شراب است. همین طور نه تقصیر؟ بله، آیید شراب است. پس می بایست در میکده قسم یاد کنم. اگر من قول دهم که نماز می خوانم، به این در میخانه اقرار نمی کنم کو. هر سخن جایی و هر نقطه مقامی دارد. نه، تو باید در همین جا قسم یاد کنی. قسم یاد کردن چه حاجت؟ من اصلا میزده نیستم. هر پگاه به خود قول می دهم که دیگر به دهان شراب نمی گیرم. اما ناسازگاری های زمان را بینید که برابری به کوچه برآمدن به جنابشان وامی خورم. شما را که دوچار آمدم، میلی باده نوشی پیدا می شود. به قولم وفا نمی کنم، راهی میخانه را پیش می گیرم. اگر خواهید که من دیگر شراب ننوشم، به نظر من ننمایید. خیز دفع شو، بشره تو را دیگر بار نبینم. من هم به دیدار شما نآمده ام. این مناظره به گوش خواجه کمال رسید. شاعر خندید و گفت: کیفی نخواسته است تبر مسلمان شود، زیرا وی به خداوند تعالی اعتقاد قوی دارد. خواجه کمال از چهارراهی بازار گذشته می رفت. در صفه تگی بیت چند نفر جوان مردان محله نشسته بودند. اینها شاعر را تکلیف نمودند که در حلقه آنها بنشیند. خواجه تکلیف را پذیرفت. او را از بالا نشاندند. بکتی دیگر همان سله‌داران آمده نشستند که از مرد سرخوش روی تافته بودند. امام خطیب مسجد به کمال روی آورده گفت: خواجه مرا ببخشید، شما در همان آسی روی سیاهی باده پرست چه خوبی دیدید که با وی دست داده واخوردی می کنید. باور کنید به شما حیفم می آید. من در او بنده خدا را شناختم. پاسخ داد شاعر: از روی عقیده من از بنده خدا روگرداندن برابری از خدا روگرداندن است. توبه گویید، گناهکار شدید. خواجه به صحبت همراه شد سله‌دار دویم: من از کسی رو نگردانده ام. به بنده خدا بی اعتنایی نکرده ام که خود را گناهکار حساب کنم. من از آن با وی روی خوش می دهم که او بنده خداوند است. او را خدا آفریده و آفرینش الله
به احترام سزاوار است. اگر وقت داشته باشید میخواستم آید این مسئله دلیل بیاورم و حکایتی بکنم. نشستگان مراق ظاهر نمودند. خواجه به حکایت آغاز کرد. پسر و پدر خرسوار از راه کناری رود می رفتند. آنها در راه یک مرد سال خورده را می بینند که بر روی تخت سنگ نشسته عبادت می کرد. پدر و پسر سلام داده گذشته رفتند. وقتی به شهر رسیدند مردی دیوانه اوضاع جنده پوش روبرو آمد که سرخوش بود. وی خودش میداند گفته دم به دم فریاد میزد. پدر از خر فرآمده به آن مرد دست داده واخوردی کرد. باز به خر سوار شده به راه درآمد. پسر در حیرت مانده از پدر پرسید که این چه مرد است و از چه باعث سزاوار احترام شما گشت؟ پدر جواب داد که مرد عادی بنده صادق خداوند است. وی مست می کلود. از کجا مقرر کردید که وی بنده صادق خداست؟ پدر گفت که به نزد پارسای برو که بر روی تخت سنگ عبادت می کند. بعد به پیش مردی باده پرست بیا. به هر دو یک سؤال بده: اشتر از چشم سوزن می گذرد یا نه؟ پسر فرمایش پدر را به جا آورد. مردی پارسا گفت: برو، از راحت نمان. اگر دیوانه ای خود را بخوانان. پسر پیش مرد میزده آمد. او جواب داد و گفت که همه اش به خواست خداوند وابسته است. اگر خدا بخواهد اشتر هم از سوراخ سوزن می گذرد. خود بگویید که کدامی از آنها به خدا صادق ترند. خواجه کمال را به جان حالش نمانده جوان مردان محله همان شب به مهمانخانه خود بردند. ضیافت آراستند، بزم کردند. خواجه دست اول خود را تا یک درجه بیگانه دید. بعد عزتداری تمام و مهربانی های زیاد صحبت آرا شد. همنشینان به بزم مایل بودن شاعر را دیده خوشنود گشتند. عود نواز از شاعر خواهش کرد که در بزم امشبه شعر بگوید. کمال که دیر باز غزل نمی گفت مدت خاموش ماند. همه خاموش بودند و اندیشه می کردند که با چیز یا با سخن خاطر او را رنجانند. خواجه از خجالت اهل صحبت پی برد که قدح به دست گرفت و لب به غزلگویی گشاد. چه گفت با تو شنیدی رباب و عود به گوش؟ ز کس مترس به بانگی بلند باده بنوش. سروشی عاطفت از نو نوید رحمت داد. مشاوران همه دادند بوسه بر سر و روش. به خواب شیخ حرم دید دوش مستی را. نشسته بر در کعبه به خیزر دوش به دوش. چو جم به جام قناعت کنو سکندروار. به هرزه در طلب رزقی نانهاده مکوش. به چشم بی هنران باده ساقیا عیب است. چو ظاهری گذرد عیب ما بیا و بپوش. از آن زمان که به خمخانه ها حدیثی تو رفت. شراب و چنگ نمی ایستد از جوش و خروش. کمال با لب ساقی
زمی مکن پرهیز، حریف قلب شناس است، زاهدی مفروش. چون قرائت شاعر به پایان رسید، مشاقان آهنگی غلغله افکن نواختند. حافظ به دیگر شعری کمال ترانه زمزمه نمود. محمد به اندیشه افتاد. از رفتار استاد نتیجه گرفت که وی برای خواجه دیگر شخصی خلل رسان است. به صحبت او احتیاج نماند. شاعر که دلاگاه بود از پریشان احوالی شاگرد پی برد و عرض نمود که هر دو به سفر کوهسار به دیهی چیلچشمه می روند. گشت پیشین هوا رطوبتناک بود. از نفس باد بوی باران می آمد. در دیه کوهستان درختان از گل فرآمده نو غوره بسته بودند. باد نم آلود برگ درختان را می لیسید و آنها به نظر جلادار می نمودند. سرتاسر راه پیچا پیچ بوی جان پروری گیاه های کوهی به دماغ می رسید. کبوتران رنگین بال پیشا پیش سواره ها پرواز کرده از قله کوه به قله می گذشتند. دم به دم خوانش مرغان خوش آواز به گوش می آمد. در جهان رنگ و رایحه طبعی کس می بالید. در دلها صوت و نوا جوش می زد. محمد می دید که از چهره استاد تدریجاً غبار غم و اندوه برهم خورده. او به دور و پیش به مثل شخص دل باخته نظر می دواند. سخنان خواجه به یاد محمد می رسید که روزی به چیلچشمه آمدنش مفتون منظره ها شده گفته بود: مردم دیه شما خوشبختند. این آب و هوا غذای حیات است. انسان در آغوش طبیعت تازه سالم است. کس به چهره های اهل ده چشم دوخته و پاکی آنها حسد می برد. به نظرم چنین نمود که خرد و کلان این جایها همه شیرخوارند. به طفلان مادرها شیر دهند، به کلان سالان طبیعت شیر می دهد. کسی از این ده دور افتد، زندگی برایش مشکل می گردد. از تماشای منظره های دلفریب کوهستان فرحمند گشته احساس شاعری خواجه دوباره بیدار شد. محمد: من در حیرتم که شما چطور این بهشت روی زمین را پدرود گفته به زنبورخانه پرغوغا خو گرفته اید. صد حیف که روز پایان می یابد و پرده شام می فراید. وگرنه من دیده نمی بستم. اسب سوار کوه به کوه و دشت به دشت می گشتم. خود را از غم جهان دور می انداختم. قسمتم را با رنگ و بوی طبیعت می پیوستم. به مانند این دریا که با تلاطم روان است، از گردش زمین و تابش آفتاب پروای ندارد، سر به سنگ ها زده می تاختم. جهان پر ز مقصود است، راه روشن و پیدا. دریغا تشنه لب خواهیم مردن در لبی دریا. کسی کز طلعت خورشید جز گرمی نمی بیند، دلا معذور می دارش که دارد چشمی نابینا. اولی شب از پذیرایی و گسیل مهمانان سرگرم شده به اسبان جو دادن از یاد برآمد. ضیافت به پایان رسید. کدخداها دسترخوان را غم داشتند. نوبت به صحبت تنهایی رسید. پدر و مادر می‌خواستند
با خواجه کمال و پسرشان گفتگو کنند. کسی به تک دری حولی آمده محمد را فریاد کرد. او برآمده زود برگشت. پدر، هاشم پالوانی بیمار آدم فرستاده اند که یک سری قدم به حولیشان روم. برو پسرم، دعای پیر مریض را بگیر. محمد رفت. خواجه کمال با پدر و مادر او تنها ماند. من به شما در غیب محمد یک گپ را گفتنیم. بنده نیت سفری دور و دراز دارم. محض برای آن محمد را گرفته آمدم که از شما رخصت گیرم و به نزد استادم سید فیروز ببرم. آن کس مردی سختگیر و در عین زمان غمخوارند. به شاگردان همچون به مثل فرزند اعتبار می دهند. کی بودن و چی بودن آن شخص را خودتان می دانید. به تعریف و توصیف احتیاجی نیست. اگر شما راضی باشید ما خودی پگاه به سمرقند می رویم. ما وقتی به شاگردی دادن محمد عرض کرده بودیم که گوشت و پوست او از آن شما به ما استخوان جاندار را برگردانید، در حقتان دعا می کنیم. گفت پدر، شما او را به شاگردی استاد نیکنام ماندنی باشید مگر ما نمی گوییم؟ اگر رضای ما شرط باشد ما یکی به 1000 رضا هستیم. تشکر. محمد از این نیت من خبر ندارد. خوب می شد این خبر را از زبان شما شنود. خواجه به سری بام برآمد و در جاگهی برایش گسترده سر به بالین گذاشت. محمد به حولی در آمد و به سیزخانه رفت و به اسبان یم داد. سپس به نزد پدر و مادرش آمد. پسرم، استادت عزم سفر داشته اند. به کجا روانند تو نمی دانی؟ پرسید مادر. به گمانم در تردد سفری مکة الله هستند. چرا به گمانم می گویی؟ پرسید پدر. در این باره به کسی چیزی نگفته اند. وقتهای آخر تنها کتابهای عربی را مطالعه می کنند، فرهنگ عربی می آموزند. از این می براید عزم جدی دارند. جان مادر، استاد شخصی بی نظیرند. پیش از سفر اول غمی تو را خورده اند. آن کس به همه غمخوارند. باری در سری راه افتاده را دچار کردیم. استاد گفتند که او را به خانه اش رسانیم. خر عرابه کرا کرده به حوله اش بردیم. 100 تولا و زاری کردم که استاد شما نروید، خودم میبرم. راضی نشدند، با من رفتند. میخواستند با احوال زندگی او شناسا شوند. وقتی بازگشت گفتم که بیوه و بیچاره و افتاده حالان بسیارند، به همه آنها شما نمی توانید مددگار باشید. گفتند که در راه ثواب من تنها نیستم. اگر هر یک شخصی ثواب طلب روز یک کاری نیک کند، زیست و زندگی عالمیان بهتر می شود. فردای آن روز یک مرد سودا زده از پیش راه برآمد. از دور دست به پیش گرفته نزد استاد آمد و به مردم شنوانده بیتی از خواجه خواند. در پای تو تنها نه سری ماست فتاده، خلقیست بر آن خاک قدم روی نهاده. میخواست به سری زانو نشیند، پای بوسی کند. استاد چالاکانه او را از بغل داشتند، به آغوش کشیدند، دست به کیسه انداخته یک مشت تنگه را بر روی کف آن مرد نهادند. وی اشک میریخت. دست خواجه را سر نمی داد. وقتی رفتنش بیت دیگری بخواند که از ایجاد خلق بود. هوشیار مباش تا که غمی دیگران خوری، دیوانه باش
تا غمی تو دیگران خورند. این بیت به خواجه کمال خیلی پسند آمد و آن کس گشته و برگشته تکرار می کردند. وصف استاد به 100 کتاب ارزنده است، گفت پدر. آن کس نیت دارند تو را به مدرسه سید فیروز ببرند تا شاگرد آن شخصی بزرگ باشی. این را خودشان گفتند. بله، پیش از آمدن تو. این مهربانی بزرگ است. پدر، من به استاد نه تنها شاگرد، این چنین دوستی وفادارم. آن کس ماه‌های آخر تنهایی می‌کشند، از یار و دوستان خود را به کنار می‌گیرند. در این روزهای سخت تنهایی من حق ندارم استادم را پرتافته به سمرقند روم. این را پیش از همه سید فیروز نمی‌پسندند. پدر، خوب بفهمید که من به این قادر نیستم. اگر شما رخصت دهید من نیز با استاد به زیارت مکه و مدینه می روم. پسرم، تو طلب پیش من گذاشتی که به نی گفتن زبانم نمی گردد. اما کی می داند که استاد چند وقته می روند؟ اگر یک عمری روند حال ما چی می شود؟ مایوسانه پرسید مادر. غم نخورید، استاد هم پدر و مادری مهربان دارند. مگر دلشان می شود که چنین پدر و مادر را به یک عمر پرتافته روند؟ باور نمی کنم. الها گفته ای تو راست باشد جان مادر. از روزی که تو رفتی دل من آسوده نیست. اگر باز زنک پیش از پاده چنگ نبردار. حالا ما سخن خواجه کمال را نشنیده ایم. اگر به سفری مکة الله رفتنی باشند کاری خوب است. ما و تو باید شاد شویم. پسرمان به این مشرف شود به کعبه سجده می آرد و از نام من و تو هم عبادت می کند. محمد و خواجه کمال از پدر و مادر فاتحه گرفته به خوجند شادان برگشتند. همین که از در حولی در آمدند خواجه عبدالله خبر داد که سید فرخ بیمار است، می خواهد شاعر را ببیند و چند سخنی محرمانه بگوید. در این 4 روز هر صبح و شام آدم فرستاده شما را سراغ می کند. هر بار که به عیادتان روم چرا پسر دیر کردن گفته تشویش می کشد. هر دویتان مادر را بینید و زود به نزد مدرس روید. به آن کس چی شد پدر؟ 2 هفته پیش وقتی رفتن ما صحت و سلامت بودند. پرسید محمد. آدمی زاد از گل نازک و از سنگ سخت است. امروز دیدی که سنگ می شکند، فردا بینی به مثل شعله شمع به پوف معطل که بمیرد. مضمون شمع عمر سید فرخ از سوز آب شده به پایان می رسد. افسوس خورد خواجه عبدالله. خواجه کمال، محمد به حولی درون در آمدن، سر به آغوش مادر نهاده حال پرسی نمودن، عذر گفتند و با شتاب برآمده به خانه سید فرخ رفتند. در تک در حولی با دامادش پسری نصرالدین تنبوری واخوردند که با دیده اشکالود می برآمد. خدا را شکر خواجه، شتاب کنید، من به سراغ شما می رفتم. استاد هر سری وقت خواجه کمال نه آمدن مگر گفته می پرسند. 2 چشمشان به شما 4. در سری بالین سید فرخ نصرالدین تنبوری می نشست. خواجه کمال و محمد آمدند. برابری از در آمدن خبر داد تنبوری. گویید درآیند. کمال و محمد سری زانو نشسته مدرس را بوسیدند. خوب کردید، در وقتش رسیده آمدید.
وگرنه دیدار به قیامت می ماندیم. از شما خواهش می کنم مرا با شاعر تنها گذارید. دیگران از خانه برآمدند. کمال: نزدیکتر بشینید. بلند گپ زده نمی توانم. مدارم نمی رسد. شما به سفر برآمدید. روزی دیگر مرا به ضیافت خواهرزاده مدرسی بزرگ دعوت کردند. در آخر ضیافت خیلی تشنه ماندم. یک پیاله آب خنک پرسیدم. به جای آب یک کاسه شربت انار آوردن که یخ بر این بود. همه اش را دم کشیدم. پس از چند لحظه سرم چرخ زد. دلم بی حضور شد. بیرون برآمدم، به تکی تاک افتادم. در خانه به من گفتند که زود از هوش رفتم. به هوش آمدم و از دهان خون پرتافتم. عذابم زور. آب خورم دلم بیجا می شود. قی می کنم. به دست و پام جان نماند. باید به شما می گفتم که من می روم. مدرسه را قبول کنید. اما این را نمی خواهم. می خواهم که عمری دراز ببینید، شعر ایجاد کنید. در سری ضیافت از سخنرانی های شما در بین علما گپ شد. اکثر از شما نارضا بودند. قریب همه می گفتند که خواجه کمال آبرو و اعتبار ما را در بین عوام پست می کند. من خودداری کرده نتوانستم. با چند مناقشه برخاست. بالآخر می بینید که سر به بالین نهادم و عزم سفر آخرت در پیش. این را محض برای آن نقل کردم که هرچی زودتر از این شهر، از این غربتخانه بروید. طایفه این دیار را به مکان بغض و کینه‌وری، به عرصه تلاش مال و منصب تبدیل داده اند. این طایفه دسیسه باز و فتنه انگیز به شما روز نشان نمی دهند. از دست این حسودان ناتوان بین، این سفلگان معرفت بیزار هر کار می آید. من گمان می کردم که به راست زوال نیست، اما می بینم که همه کج و کلیب به راست زوال می جوید. با آن فعل و اطواری که شما دارید با مردم فتنه انگیز هرگز مراسا کرده نمی توانید. خدا در پناهش نگاه دارد. آن به که جلای وطن کنید. از بلاها حذر گفته‌اند در عرف. بهشت آن جایی که آزارش نباشد. پیشانه اتان را خدا کشاید. من فکر و اندیشه هایم را گفتم. اکنون دوستان را فریاد کنید درآیند. به خانه تنبوری، پسرش و خواجه عبدالله در آمده به گرد بستری بیمار نشستند. محمد کجا رفت؟ پرسید مریض. به حولی رفت گفت که زود بر می گردد. او چه کاری تعجیلی داشته است خواجه؟ نمی دانم دوستم. چیزی به یادش رسید و بیخواست به طرف حولی دوید. خواجه کمال مراجعت نمود مدرس. محمد را هیچگاه از خود دور نسازید. آن اعتقادی که او نسبت شما دارد نمونه قدر شناسی و وفاداری می باشد. دوستم می دانید که هر دو دادر و برادرند، گفت پدری کمال. محمد از در آمد. خلطه سفید در دست داشت. داماد به پسری تنبوری مراجعت نمود. بیایید به من کمتر یاری کنید. شما صحبتتان را دوام دهید. ما بعد 1 ساعت می آییم. هر دو جوان از مهمانخانه برآمدند. از حوله درون پسری سید فرخ دسترخوان نان و میوه برآورد. شربت و گلاب آورد. مرحمت تناول کنید، اما خاموش نشینید. از هر در گپ زنید که شما را شنوم و پندارم که من زنده ام.
نشستگان به همدیگر نظر انداختند و خواستند بگویند که بیمار بیقراری می کشد. از این و آن گفتگو می کردند و دو چشم به سوی بیمار می نشستند. دلها آسوده نبود. دوستان مشوش خاطر بودند. ذهن مانده به نفسگیری های سید فرخ می نگریستند. چشم وی پوشیده بود و گاه گاه لب می لیسید. تنبوری در نیت آن بود که سرش را برداشته آب دهد. باز اندیشه نمود که بی سرانجام می شود. پسری تنبوری آفتابه میز در دست، محمد کاسه سفال در یک دست و سچاق در سری کتف وارد خانه شدند. استاد خوابند؟ پرسید محمد. دوست جوان، آه کشید سید فرخ. اگر خواب می برد من کیها به پای می خستم. استاد، دوستان از بر بگیرند. یک بار خسته شنید. من برای شما قیله 7 گیاه را با شربت انگبین آمیخته آوردم. بنوشید، خدا خواهد درمان می شود. خواجه عبدالله و تنبوری به بیمار تکیه‌گاه شده او را شناندند. استاد، شربت گرمی دهانسوز نیست، معتدل. بی خواطر 7 قلت بنوشید. لب کاسه را به لب بیمار برد. سید فرخ بنوشید. عرض کرد که دارو با وجودی در شربت انگبین تیار شدنش طعمی تند دارد. از 7 گیاه 4 تاش تند مزه است. شرح داد محمد. شربت انگبین را به خاطر آن می اندازند که فارم شود. الها برکه یابید پسرم. می دانم که این گیاه را از کوهستان آوردید. خیر، خوابانید. می بخشید استاد. اندکی دیگر بشینید. بناگاه خیر، خواب کنید. حاضران بیقراری می کشیدند که بعد نوشیدن شربت 7 گیاه احوال بیمار چی می شود. سید فرخ را بعد لحظه خواب برد و آواز معتدل نفس کشیدنش شنیده می شد. این آواز برای دوستان مژده نیک بود. لبان آنها به تبسم مایل شد. به محمد با منتداری می نگریستند. پسری سید فرخ آسوده خواب رفتن پدر را دیده از چشمانش اشک جاری شد. خواجه عبدالله اشاره نمود که همه بیرون برآیند. او در سر بالین بیمار میماند. محمد دست به سر سینه نهاده امر پدر را قبول نمود و با اشاره خواهش کرد که خواجه عبدالله نیز بیرون برآیند. وی به صحن حولی به دوستان گفت که امشب با پسرش در بر بیمار میخوابد. نصف شب و سحرگاه به بیمار باز شربت نوشاندن ضرور است. وی تا صحتمند شدن استاد باید اینجا باشد. مدرس پس از 10 روز صحت یافت. بی عذاب طعام میخورد. خورد و خوابش به نظام آمد. به گفت خواجه عبدالله به اجازه محمد 1 پیاله گلاب نمی نوشید. خواجه روزی به کمال عرض نمود مدرس. دوستتان را ما در بر کردیم. از شما عفو می طلبم. صدق و وفای دوستان مرا از چنگال اجل نجات داد. تا زنده ام به هر یک شما خدمت می کنم. از همه اتان من جان قرض دارم. به مناسبت صحت یافتنم می خواهم شب نشینی خاصه برپا کنیم که در آن بجز شعر خواجه کمال، ساز و سرود نصرالدین تنبوری، آواز خوش محمد دیگر هیچ چیز صدا ندهد. شبی بزمی خاصه پسری سید فرخ به خواجه عبدالله، به خواجه کمال، به محمد، به تنبوری
و به پسری او جامه‌های قیمت بها پوشاند. سید فرخ دوستان را مبارکباد گفت و از محمد سؤال کرد: پسر، این اصول طبابت را از کی یاد گرفتید؟ طبیبی من چندان هنری نیست. در ما بعضی اصولهای طبابت هست که از خرد تا به کلان می دانند. قبلگاه چند بار به اشخاص زهرآلود شده شربت 7 گیاه نوشانده بودند. شما را دیدم و دریافتم که زهرآلود شده اید و از روی فرموده پدرم عمل نمودم. مدرس از جای برخیست، کتاب مقاوه چرمین را ببوسید و آن را به محمد تحفه نمود. این قرآن مجید بود که حاشیه‌اش زرحلی نقش هر صحیفه ناتکرار بود. این قرآن را پدر سید فرخ در زمانش به ارزش 1 شتر از تاجر هندو خریده بود. محمد کتاب را به چشم مالید، ببوسید، ورق گرداند و با آواز خوش و فارمی سامع پرور سوره را قرائت کرد. شاگردان مدرسه بی سر و سامان شده بودند. سید فرخ صحت یافته باشد هم بیمدار بود و مجال درسگویی نداشت. جوانان قریب هر روز به عیادت استاد می آمدند. بار آمده دیدند که در حضور مدرس خواجه کمال نشسته است. بی‌حد شاد شدند. هنگام صحبت ذوق بلند از جای خیست، تعظیم کرده پرسید: چی می شد که تا کاملا صحت یافتن شما استاد خواجه کمال به ما درس می گفتند؟ سید فرخ به اندیشه فرو رفت. به یاد آورد که چندی پیش به کمال در مدرسه درس گفتن را خودش مصلحت نداده بود. امروز از خواجه این را خواهش کند و در حقش چی می گوید؟ استاد عزیز، به مدرس رو آورد کمال: صحبت ما در وقت بستری بودنتان در یادم هست، اما نمی خواهم که شاگردان از درگاه شما ناامید شده روند. من راضی هستم تا صحتمند شدنتان به آنها درس بگویم. روزی که به مدرسه برگشتید به ما اجازت می دهید تا به سفر آماده شویم. به مدرسه برگشتن خواجه کمال در شهر زود آوازه شد. شاعر روز چهارشنبه به درس آمده دید که صحن حولی مدرسه پر از آدم است. مدرسان، شاگردان از دیگر مدرسه ها نیز آمده اند. خواجه به خطیب رو آورده پرسید که این جمع آمد از بهر چیست؟ خطیب پاسخ داد که مردم اشتیاقمند شنیدن سخن شما هستند. بسیاری ها با سؤال اینجا آمده اند. از این جمع آمد ناگهانی سیر آدم طبع شاگردان خیره شد. آنها در پیش ازدحام نمی توانستند با استاد خود آزادانه گفتگو کنند. به خصوص آنانی که شعر می نوشتند و لطیفه و حکایت می آفریدند از حد زیاد دلگیر شدند. خواجه کمال از بین حاضران 2-3 کس را شناخت که به دربار حاکم دائما درآبرا می کردند. شما گفتاری ششم را از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت شنیدید که آن به 675مین سالگرد بزرگداشت شاعر شهیر تاجیک کمال خوجندی بخشیده شده است. عبدالقادر منیازف قرائت کرد. انجام گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی.